من اومدم با یه ترکیب که کار اصلیش جرم زدایی و چربی زداییه. ببینید که چقدر خوب زیر قابل عمل رو که زرد شده تمیز کرد. برای این ترکیب احتیاج داریم به 1 لیوان مایع ظرفشویی، 1 قاشق جوش شیرین، 1 قاشق نمک، آب لیمو ترش و 1 مقدار خمیر دندون که این مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. به طور کامل که ترکیب شد، برای تمیز کردن شیرالات، سینک ظرفشویی، زیر قابل عمل که زرد میشه، فر و ماکروفر میتونیم استفاده کنیم. برای دیدن کلی ترفند کانالم سابسکرایب. من اومدم با یه ترکیب که کار اصلیش جرم زدایی و چربی زداییه. ببینید که چقدر خوب زیر قابل عمل رو که زرد شده تمیز کرد. برای این ترکیب احتیاج داریم به 1 لیوان مایع ظرفشویی، 1 قاشق جوش شیرین، 1 قاشق نمک، آب لیمو ترش و 1 مقدار خمیر دندون که این مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. به طور کامل که ترکیب شد، برای تمیز کردن شیرالات، سینک ظرفشویی، زیر قابل عمل که زرد میشه، فر و ماکروفر میتونیم استفاده کنیم. برای دیدن کلی ترفند کانالم سابسکرایب.